خد قدم اول خب یک کشوری که 23 سال در جنگ بوده اینقدر مشکلات داره که ما نیه به کسایی که در جنگ بودن یک کار پیدا نکردیم، یک مصروفیت ایجاد نکردیم، قطعات اردوی ملی تا هنوز ایجاد نشده که با بیان در تعلیمات شامل شوند. طبیعی یک سلسله مشکلات می باشه و این نسبت به آینده ما خوشبین هستیم به مرور زمان قدم با گپی بسیار مهمی ده که ما میخوایم به شما بگوییم از طریق شما به مردم اروپا با فهمان بشنوانم. این است که همیش جنگ افغانستان یک جنگ داخلی نبوده. این همیش external crisis. همسایه ما بوده که به خاطر منافعشان، به خاطر استراتژی که داشتن در منطقه بالای ما جنگ آورد. اگر همین فشار دنیا، همین توجهی که فعلا داره این ادامه پیدا بکنه، ما در وطنمون شاهد یک حکومت قانونمند، یک صلح دراز مدت و یک امنیت کامل انشاءالله. یک بار دنیا مردم افغانستان به حال خود رها کرد، کشورهای همسایه ما از این سوء استفاده کردن، القاعده به وجود آمد، تروریستا که ضررش نه تنها به ما که حتی بزرگترین کشور دنیا را، امریکا را، این خطر تهدید کرد و هزاران نفرش به خطر رسید. ما یک شاعر به نام علامه اقبال لاهوری میگه که شعر بسیار مشهور داره که افغانستان قلب آسیاست، اگر هیچ امنیت تامین نباشه آسیا همیشه متشنج میباشه. حالی قلب آسیا نبوده که قلب کل دنیا بوده. اگر متشنج باشه دنیا روی آرامی رو نمیبینه. بنان مردم دنیا به خاطر امنیت خودشان، به خاطر امنیت دنیا باید اینجا به هر صعبه، به هر نحوی ممکن صلح تامین کنن و دی قد اقدامی کردن با ما همکاری کنن. مردم افغانستان صادقانه با اینا هست، مخصوصا کسایی که همیشه در مقابل تجاوزات استاد شدن، همیشه در افغانستان از عزت و عزت افغانستان دفاع کردن. اینا امروز در کنار اینا هست. از طریق سازمان ملل متحد ما آماده هر نوع در امنیت اگر تامین شود، افغانستان کشور فقیر نیست. با این نفوذی که ما با این نفوذ کمی که ما داریم، ما مطمئن هستم که بعد از یک مدتی اگر دنیا با ما همکاری کنند در سایر اقتصادی، در استخراج معادنمان، در زراعتمان و در مسائل مختلفی که باعث رشد ما میشه، ما به زودترین فرصت یک کشور کمک گیرنده نیست که به کشور کمک کننده تبدیل خواهد. کشورهایی که با ما همکاری کردن، ما کسایش که صدای ما را میشنوند جدا سپاسگزاری میکنیم، قدردانی میکنیم که واقعا در بسیار شرایط بد مردم افغانستان نه تنها در قسمت تامین امنیت و صلح همکاری کردن، بلکه در عرصه‌های مختلف کمک میکنن و همکاری میکنن. این مسائلی که در قسمت اقتصاد گفتم براتون تنها در مناطقی مربوط به ما است. فعلا ما معدن طلا داریم، معدن نفت داریم، معدن زغال و جوار داریم، زمرد داریم، بیروج داریم، زمین هزارها هکتار، صدها هزار هکتار زمین بایر داریم. با زدن یکی دو بند میتونیم دنیای از زمین برای زراعت آماده بکنیم. این مسائلی است که ما یقین کامل دارم به یاری پروردگار اگر چانس میسر شود مردم دنیا مورد قسمت همکاری کنند، بسیار به زودترین فرصت ما به قدم‌های بسیار خوب و بسیار عالی به خاطر پیشرفت و ترقی کشورمون و بالا رفتن سطح زندگی مردمون شرکت‌های بسیار خوب ورشکست میشه. کشورهای بسیار خوب مثلا روزهای گذشته شنیدیم یک مشکل اقتصادی پیدا میکنن، جنگ نابسامانی، مثلا کشور خودتون چند سال پیش. کشورمون در یک مرحله از تاریخش قرار داره و ما به یاری پروردگار مطمئن هستیم که در دوران جنگ نگذاشتیم که دشمنای خاک سری خاک مسلط شوند و امروز در دوران صلح هم با یک اراده نیرومند کار میکنیم که به اهدافی که تعیین کردیم به خاطر پیشرفت ترقی مردمان به این صورت با می حرفی که مطبوعات دنیا میکشن موافق نیستم. ما در مو چهار ولایتی که همونجا هستیم، یعنی پشتون هست، امروی ما هست. همینجا از اخوان مختلف در اتاق ما هستن که از همون سمت هستیم. کل ما بسیار برادرانه و دوستانه در بین خود زندگی میکنیم.
این یک تعداد مردم سیاسی که به خاطر بلند کردن نام قوم از این میخوان استفاده سیاسی خودشان ببرن، مثل حکومتی ها رو طالبا ایره شعار میدن. در افغانستان مردم به یک اصل اعتقاد دارن که او اصل اسلامی است. وقتی اسلام در بین باشه مسائل قومی قانون مدنی اسلامی با اکثر قانون‌های فرانسه و قانون‌های بسیار کشورها رو می‌بینیم که تمام چیز با قانون اسلام سر می‌خوره. طالبا هیچ وقت شریعت اسلام رو تطبیق نمی‌کردن. فقط سنت‌های قبایلی خودشان به نام اسلام جا زده بودند. به هیچ صورت اسلام با هر نوع اعمالی I don't have any more questions. I thank you very much for the interview. And I hope we'll meet again under happier circumstances than it is now. اینجا روزایی بودین، انتظار کشیدین، واقعا جدا باید سپاسگزاری بکنیم که شما به خاطر که حقایق از افغانستان انتقال بدین و امیدوار هستم این امانت که وظیفه هر خبرنگار است شما انجام میدین. ما شما رو دعوت میکنم که بیاین در مناطقی که مربوط به ماست از نزدیک ببینین وضع امنیتی مردم، وضع زندگی مردم، وضع اقتصادی و اجتماعی، تمام مسائلی که مردم ما در استقامت دارن و از نزدیک ببینین. بعد از شما خودتون قضاوت کنین. Thank you very much. خدا حافظ. مردم جرمنی هم واقعا صادقانه به مردم ما کمک میکنه. سلام مرا به کل مردم میرسانم از طریق شما و از مسئولینشان، از دولت مردم سالهاش تامین میشه و ما اقتصاد ما بالا میره تا وقت مردم ما را این مردم هم مثل که امیال کن کاری میکنم که گندم نتن، گندم کشت کردن خوب یاد بدن که ما خودمون کشت کنیم بگیریم. They said we didn't want to tanks. یا میوه نتن درخت بتن درخشاندن که ما خودمون یاد بگیریم خود متکی با خود. They said we didn't want to fruit. We want a tree. If you want, we make a tree in our yard. And it grows. Also, yeah, you grow. We know in which law we To plant it. tree in Yes. a country and آسان چه باید بگم؟ ماهی نتن، ماهی گرفتن یاد بدن که خودمون بگیریم استفاده. They said we didn't fish my want fish. We want to enrich law. We keep Yes. the fish. ماهی گرفتن. You don't want to fish. Yes. You want to hang. Yes, yes. You must teach us how we hang, how we take the fish from the water. Oh, I think the world community is But more than don't ready. forget you. Yes. Don't forget us. No, we will not. This time not. Yeah. This time not. Thank you. you.